امروز در پارلمان تاجیکستان موضوع بودجه دولتی بررسی گردید. عبدالسلام قربانیان وزیر مالیه کشور ضمن سخنرانی ابراز داشت که در 9 ماه سال جاری حجم درآمد بودجه 2.8 میلیارد سومانی را تشکیل کرده است که از نقشه پیشکی 391 میلیون سومانی کمتر است. وزیر مالیه سبب اجرا نشدن بودجه را در 9 ماه سال روان در کاهش یافتن حجم سودای خارجی می‌داند. با گفته او سال روان حجم گردش سودای خارجی 17.9% و رشد مجموع محصولات داخلی 0.5% کم شده است. اینچنین پس شدن قابلیت خریداری مردم و نااستوار در اقتصادی کشورهای شریک نیز به قول عبدالسلام قربانیان باعث به کم شدن واردات مبلغ به بودجه تاجیکستان شده است. وزیر مالیه با وجود اعلام کردن عامل‌های منفی اقتصادی از نامبر کردن سبب اساسی بحران اقتصادی تاجیکستان یعنی کاهش گردیدن حجم انتقال مبلغ‌ها از طرف مهاجران کاری خودداری کرد. اینچنین شریف رحیم‌زاده رئیس کمیته مالیه و اقتصادی مجلس نمایندگان خبر داده است که در این دوره به بودجه کشور از کارخانه‌های بزرگ نیز مبلغ کم وارد شده است. از جمله از شرکت تولکا 23 میلیون، از برق تاجیک 46.9 میلیون و از کارخانه رای آهن 12 میلیون سومانی انداز کمتر به بودجه وارد شده است. همچنین ناحیه اسفرق، هونچی، فیض‌آباد، حصار، عبدالرحمن جامی و فرخار نتوانستند نقشه بودجه را اجرا کنند. 3 ماه پیش در نیم ساله اول سال جاری معاون اول وزیر مالیه تاجیکستان اعلام کرده بود که اجرای نقشه درآمد بودجه در این دوره 93.5% تامین گردیده با آن 3.2 میلیارد سومانی مبلغ وارد که نسبت نقشه پیش بینی 223.1 میلیون سومانی کم و نسبت همین دوره سال گذشته 124 میلیون سومانی زیاد است. عموما گیریم وابسته بودن بودجه دولت از یک چند کارخانه عظیم مملکت برای اقتصادیات خوب نیست. نادرست بودن این مدل در مثال اقتصادیات روسیه برای معلوم است که بودجه آن اساساً از واردات فروش نفت و گاز تشکیل می‌یابد که حالا با پایان رفتن نرخ این محصولات در بازار جهانی بودجه روسیه خیلی با مشکلات دچار شده است. عموما در مدل درست اقتصادی قسم زیادی واردات بودجه از حساب صاحبکاری خرد و میانه به دست می آید. لیکن برای این همه باید شرایط موافق برای صاحبکاران و اندازگذاری ساده و فهم راهگذاری شود. اقتصادشناسان در آن فکر هستند که یگانه راه غنی‌گردانی بودجه این اندازبندی ساده و رشد صاحبکاری است. ولی این همه وقت طلب می‌کند. اما این روزها برای تدبیرهای عاجلی باید یک چند عملهای دیگر گذرانیده شود. مثال کاهش دادن خرجات اپارات حکومت و مدتی معین قطع کردن خریداری ماشین و تجهیزات برای همه شاخه‌های حکومت و پارلمان. اینچنین مقامات‌های قدرتی قطع کردن خراجات برای معرکه‌های دولتی که برای مردم یگان فایده ندارد. در آخر چند چیز را باید قید نمایم که نباید با ماده‌های بودجه که با تندرستی، معارف و اجتماعیت تعلق دارد دست رساند. دوم دولت از فرصت استفاده برده نباید به صاحبکاری فشار آورد. این همه در آینده عاقبت خیلی بد دارد.